امام حسین رو فقط به جنگ روز عاشورا نباید شناخت، او یک بخش از جهاد امام حسین است. به تبیین او، امر به معروف او، نهی از منکر او، توضیح مسائل گوناگون در همون منا و عرفات، خطاب به علما، خطاب به نخبگان، بیانات عجیبی حضرت داره که تو کتاب‌ها ثبت و ضبط است. بعدم هم در راه به سمت کربلا، هم در خود عرصه کربلا و میدان کربلا. در خود عرصه کربلا حضرت اهل تبیین بودن، میرفتن صحبت میکردن. حالا میدان جنگ، منتظرن خون همو بریزن، اما از هر فرصتی این بزرگوار استفاده میکردن که برن با اونا صحبت بکنن، بلکه بتوانن اونا رو بیدار کنن. البته بعضی خواب بودن بیدار شدن، بعضی خود رو به خواب زده بودن تا آخر هم بیدار نشدن. اونایی که خودشون رو به خواب میزنن، بیدار کردن اونها مشکل، گاهی اوقات غیر ممکنه.